سلام و عرض ادب. خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی. مثل همیشه من حامد ابوطالبی ام و توی جلسه امروز قراره بریم I, me و my رو کاملا با هم دیگه یاد بگیریم. بیشتر بچه ها روی این سه تا خیلی مشکل دارم. یا آقا آی چیه، می چیه، مای چیه، و توی جمله بندی وقتی میخوان جمله بندی انجام بدن یه کوچولو گیج میشن که کدوم و کجا استفاده کنن، علا خصوص آی و می رو که بیشتر بچه ها نمیدونن دقیقا کجا استفاده کنم، علا خصوص کسایی که مبتدی رو به بالا هستن. حالا نمیگم مبتدی رو به بالا هستن، این ستا رو نمیدونن. توی جلسه امروز قراره که با هم دیگه بریم و کامل همش رو یاد بگیریم. خب بریم. اگه خود آها آی فاعل جمله است. یعنی چی فاعل جمله است؟ یعنی کسی که کار رو استارت میزنه، کسی که کار رو شروع میکنه، من میام از آی استفاده میکنم. خب کسی که کار ازش شروع میشه، من میام از آی استفاده میکنم که توی زبان انگلیسی بهش میگن فاعل جمله است. مثال منو ببین. I gave گذشته کلمه give به معنی دادن. I gave a book to رضا. من یک کتاب به رضا دادم. کی داده؟ من دادم. کار از کی شروع شده؟ از من شروع شده. یا مثلا میگم I told her. بهش گفتم. کی بهش گفت؟ من گفتم. کار از کی شروع شده؟ از من شروع شده. یا مثلا میگم I love you. دوست دارم. I love you. کی دوست داره؟ من دوست دارم. I love you. من دوست دارم. پس I فاعل جمله است. یعنی بیشتر مواقع، نمیگم همیشه ها، حواست باشه، بیشتر مواقع اول جمله میاد و فاعل جمله است. من میرم I go. من میخوام I want. من میخوابم I sleep. میبینی برای این که شروع کنیم یه کاری رو انجام بدیم، کار از خودمون استارت خورده، همیشه خدا از آی استفاده میکنم. چرا؟ چون فاعل جمله است. حواست به این نکته باشه. حالا می مفعول جمله است. یعنی چی مفعول جمله است؟ یعنی اینکه وقتی یه نفر دیگه، یکی دیگه یه کاری روی شما انجام میده، ما میایم از می استفاده میکنیم. یعنی یه نفر دیگه، یکی دیگه یه کاری روی شما انجام میده، ما از می استفاده میکنیم. مثال منو ببین. رضا gave me. گفتیم gave چیه؟ گذشته give به معنی دادن. رضا gave me a book. رضا یه کتاب به من داد. قبلیه چی بود؟ میگفتم I gave a book to رضا. من یه کتاب به رضا دادم. ولی اینجا چی میگه؟ میگه رضا gave me a book. رضا یه کتاب دیگه به من داد. میبینی کاره روی من انجام شده. اکثر مواقع، بازم نمیگم همیشه، این می من وسط جمله یا آخر جمله میاد که رضا یه کتاب به من داد. یا مثلا میگم she told me. اون خانومه به من گفتش. میبینی she told me. اون خانومه به من گفتش. اون خانومه یه کاری روی من انجام داده، به من گفته. قبلا چی گفتم راجع به آی؟ گفتم I told him. من بهش گفتم. حالا عکس این موضوع she told me. اون به من گفتش. پس این می من مفعول جمله است. همیشه خدا مفعول جمله است که خیلی راحت من میتونم بیام ازش استفاده کنم. حواستونم باشه که بیشتر مواقع وسط جمله یا آخر جمله میاد. بریم سراغ بعدی. مالکیته. هر موقع بخوای راجع به چیزایی که داری صحبت کنی، راجع به چیزایی که داری متعلق به توه صحبت کنی، میای از مای استفاده میکنی. مثال منو ببین. My car is beautiful. ماشین من زیبا هستش. این که میگم مای کار یعنی ماشین من، مال منه. یا مثلا میگم my children. بچه های من. یا میگم my house. خونه من. به جای کار میذارم house. My house is beautiful. خونه من هستش زیبا. هر موقع بخوای راجع به مالکیت رو صحبت کنی، می از مای استفاده میکنی. بچه دیدی میگم what is your name؟ اسم چیه؟ میگه my name is حامد. اسم من هستش
حامد. این که میگی اسم من هستش، خب این اسم متعلق به توی دیگه. نمیتونی بیای بگی که مثلا I am حامد. درسته اینم میشه، ولی این خیلی میتونه درست تر باشه. بگیم my name is حامد. یا مثلا میگم که میگم my office، دفتر من، اداره من. my office. This is my office. این دفتر منه. This is my office. My office متعلق به منه، مال منه. یا my cell phone، گوشی من. هر موقع بخوایم راجع به مالکیت ها صحبت کنیم میم از my استفاده میکنیم. حالا اینجا ببین چطوری بگم من بهش گفتم. توی کامنت ها برام بنویسید که من بهش گفتم چطوری میشه. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردین. از این بعد قراره ویدیوهای گرامری خیلی فوق العاده توی یوتیوب آپلود کنیم. حتما اگه دوست داشتی سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت بذار. فقط این از همه واجب داره. سابسکرایب اینا رو نمیخوام. اینو بگو من بهش گفتم. توی کامنت ها حتما بهم بگو. خیلی مخلصیم.